سلام و درودی به پایان بهرتان پدران و مادران، برادران عزیز و گرامی قدرم. امروز خواستم برایتان یک قصه جالب و بسیار قصه شنیدنی است بهرتان پیشکش نمایم. برادران عزیزم، یک قصه چنین است. میگوید در کانادا پیرمردی را به خاطر دزدیدن نان به دادگاه حاضر کردند. پیرمرد به اشتباهش اعتراف کرد، ولی کار خودش را اینگونه شرح داد: خیلی گرسنه بودم و قریب بود که بمیرم. میگوید پس از شنیدن سخنان پیرمرد، قاضی یعنی حکم برآورنده سودیه چه گفت؟ گفت که تو خودت میدانی که دزد هستی و من $10 تو را جریمه میکنم و میدانم که توانایی پرداخت آن را نداری. به همین خاطر به جای تو جریمه را پرداخت میکنم خودم. در آن لحظه همه سکوت کردند و تعجب کردند و دیدند که قاضی $10 از جیب خود برآورد و درخواست کرد به خزینه بابت حکم پیرمرد پرداخت شود. سپس ایستاد و به حاضرینی که در جلسه نشسته بودند گفت. ببینید چی گفت دوستان عزیزم: همه شما محکوم یعنی که عیبدار هستید و باید هر کدام $10 جریمه پرداخت کنید، چون شما در شهر زندگی میکنید که فقیر مجبور میشود که تیکه نان دزدی کند. میگوید در آن جلسه دادگاه $480 جمع شد و قاضی آن را به پیرمرد بخشید. حضرت شیخ سعدی هم چیز زیبایی میفرمایند که اگر در شهر مسلمانان فقیر دیدی، بدان که ثروتمندان آن شهر مال او را میدزدند. با شما بودم بنده عبدالله. یک شما را دوست می‌دارم. ویدیو را به دیگر دوستانتان پهن کنید. دوستان فکر و عقیده های خود را در زیر ویدیو بنویسید. یک شما را از برای الله پاک دوست می‌دارم. خدا یار و مددگارتان دوستان.